این سفر ما را اگر خواستیم که بیننده باشین در قسمت بعدی ما پخش میکنم، حتما بیننده باشین که سفرتون تکمیل شود. از تهران تا از ایران تا افغانستان. تشکر. بچه‌های بغلان است. یک چند تا گزارش از بچه‌های بغلان هم داشتم در پول طبیعت تهران اگر یادتون باشه. وطن عشق من، هموطن جان من، سلام از کشور زیبای افغان. تا هرات چند ساعت است؟ دو ساعت. هرات میریم. کرایه چند است؟ 2.5 ساعت. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان. بعد از یک روز و یک شب علافی و سرگردانی باز هم سلام عرض میکنم به شما دوستان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند باشین. شما همچنان بیننده این سفر ما هستین، سفر به طرف از ایران تا افغانستان. خب شما بیننده گزارش ما بودین، ما که از تهران حرکتیم تا مشهد. شما هم با ما بودین دیگه، ویدیو را ما پخش کردیم دیدین. ما روز جمعه که ساعت 2 بجه حرکت کردیم، آمدیم ساعت 12:30 بجه شب به حرم رسیدیم تا زیارت کردیم. اما ساعت 3 بجه اینا تا ساعت 3 بجه در حرم بودیم. بعدش باز موتر گرفتیم آمدیم تا اردوگاه حسن آباد. کسایی که خودشان میاین به طرف افغانستان در مشهد اردوگاه حسن آباد است. آمدیم ساعت 4 بجه که اینجا رسیدیم، باز منتظر ماندیم چون که وضع بسیار خراب است. هموطنان بسیار زیاد به طرف افغانستان میاین. ما دیروز باید حرکت میکردیم به طرف مرز، اما چون که شلوغ بود نتونستیم. دیشب ما در اردوگاه بودیم، بسیار وضع خراب بود. امروز حرکت کردیم ساعت 7 بجه که ما را حرکت داده به طرف مرز. اینال بریم بخیر به طرف مرز، در اونجا برسیم باز موتر گپ بزنیم به طرف هرات و شما همچنان با ما باشین. ما اینال یک چند که تصویر از چی میگم از این مسیرهای زیبا به طرف افغانستان بریم دیگه. از این طرف هر چی که بریم زیباتر شده میره. ما چند تصویر از این مسیرها میگیریم و همچنان از کسایی که با ما همسفر هستن داخل اتوبوس. شما همچنان با ما باشین. تشکر.
کاکا بگه که چمدون‌های ایران توانیم که ما کرایه مقابل وطن عشق من، هموطن جان من، سلام از کشور زیبای افغانستان، از خاک زیبا و پر. نکو خراب کردی، حالا خراب نگی، باید ما فیلم بگیریم. خب سلام، بیا نگت میزنم، یه بار فیلم گفتن میمونه. من در کجا بودم گفایی ما رسیدیم به کشور زیبای افغانستان. در مسیر راه ما تصاویر را هم برسان پخش کردم، ما هم کردیم بخاطر که توش نشده بودیم. حال فعلا ماشین گپ دادیم این سراجه ها را میریم بخیر از اینجا تا هرات. هرات هم فکر میکنم که ساعت 3 صبح باشه. شما همچنان با ما باشین، بعد از این دیگه انشاءالله خبرهای خوبی در راسته. چی؟ کی؟ ما هرات میریم. کرایه چند است؟ 2.5 متر چی است؟ 500 چه جواب؟ حالا ما گپ دادیم دیگه، خدا یارت باشه. با بخیر بعدی رفت آمد. خب یعنی کاکا بودیم بالا بودیم متروان بود که میخواست که ما را بزنم ما نتونست با چون مترگب زده بودیم. شما همچنان با باشید، ما در هرات هم برسیم انشالله. ما به خاطر زیاد خوشحال شدیم. من چی میگم کلمات یک رقم اینوغای نشست پیشیم. شما همچنان با باشید، ما میریم انشالله. بعد از این در مسیر را بازم برتن گزارش میسازیم. شما هم بیایید. تشکر. سوار شدیم 6 تا 7 وای یک رقم گرم خاک از باور بودی که به بار دادی استاد عکس من میگم ماشین شد باور کنم ماشین داد تو افغانستان تصاویرم میگیرم با شما در خاک طاهرا رو چند صد راست طاهرا 200 طاهرا در 200 راست ما یعنی موترتون چی است؟ موتر من سراجه است. سراجه کاکا را گپ دادیم. بله. واسه نامتون هم بگید. نام من لال محمد است. لال محمد از ولایت هرات. بله. از ولایت هرات خدمت مردم موتروان سراجه از ترمینال ترمینال میبرن امروزه مسافرینی که از ایران میان. بله. ببینید چقدر گرد خاک است. شما همچنان با ما باشید. ما چند که تصویرم از تمام میگیرم ببینید. تا ما بخیر رسید ترمینال ترمینال میایم اینجا چک باید پولی هم بدین یا نه؟ نه فقط پارچی مارسه میکنه که پارچی ما قانونی باشه دیگه کار نه. یه قانون هم هست.
از ترمینال تا خود اراده چند تا از این نفرای چک میکنه چیه که بله دو جا چک میکنه یک جا باید پلیس رای ایراد چک میکنه یک جا باید پلیس رای گمرک چک میکنه بله کمترها قانونی میره چالان دیشه باشه میره بازی که پول نمیگیره ایران آمده اونجا پول میگیره نه اینجا نمیگیره شما از کجا آمدید؟ از تهران آمدید؟ کجا میرین؟ بدخشان گفتین؟ نه بغلان بچه های بغلان است یک چند تا گزارش از بچه های بغلان هم داشتیم در طبیعت تهران اگر یادتون باشه گفتاری که اطلاعات که باید کنم یا نه اینام از بغلان است انشاءالله که به سلامتی همگی ما میرسیم خانه های دوستان عزیز باز هم سلام از ترمینال هرات است. همینجا کجا گفت ترمینال هرات است؟ گفت که ترمینال هرات ما از لب مرز تا اینجا آمدیم ساعت یک حرکت به حال ساعت 2 بجه است. من تصمیم دارم که این گزارش خود در اینجا ختم کنم چون که از اینجا باز میریم به طرف غزنی شهر خود ماست دیگه. غزنی رو باز به یک گزارش دیگه جایگزین میکنیم براتون شما هم بیننده گزارش های ما باشین. این رفقای ما آمدن خلاصین سلامتین. خب شما بس است دیگه این قدر که زمین خوب است ما گزارش پخش میکنم براتون باز طرف غزنی گرفتیم یک گزارش دیگه درست میکنم شما را به خداوند یک تا بسپارم خدا یارتان.